نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید هر روز و هر لحظه زندگیتون در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا در برنامه دیگر با شما عزیزان باشیم با آیاتی دیگر از کلام الله مجید در سوره مبارکه المرسلات. سوره مبارکه مرسلات آخرین سوره جزء 29 از کلام الله مجید است که در مکه مکرمه نازل شده. نام این سوره از آیه اول این سوره گرفته شده. در این سوره می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا. قسم به بادهایی که پیاپی هم نرم روان می‌شوند و ارسال می‌گردند. بادهایی که به مانند نسیمی ملایم پشت سر هم میوزند و میروند. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. و قسم به اون بادهایی که به مانند طوفانی در مینوردند همه چیز رو. بادهای تند و شدیدی که میان و طوفان مانند همه چیز رو در هم میکوبند و میرند. و ناشرات نشرا. و قسم به اون بادهایی که باران آورند و با خود باران می آورند و ابرهای بارانی رو از اونها باران می ریزد. فالفارقات فرقا. و قسم به ملائکه‌ای که با آوردن دستورات الهی و وحی الهی بر روی زمین و بعد از آن پیروی انسانهای مسلمان از این آیات و روی گردانی انسانهای کافر از این آیات بین حق و باطل فرق می اندازن. با آیاتی که می آورن مسلمان ها از کافران جدا میشن. یا اینکه معنی آیه میتونه این باشه که روز قیامت بین مسلمانان و کافران، بین گناهکاران و مؤمنان، بین اهل جنت و اهل دوزخ فرق می اندازن و فاصله می اندازن. قسم به آن ملائکه. فالملقیات ذکرا. و قسم به آن ملائکه‌ای که آیات الله متعال و وحی رو نازل می کنند و ذکر الهی رو به زمین می رسانند. قسم، چند قسم متوالی. فالملقیات ذکرا، کسانی که آیات الهی رو ملائکه‌ای که می آورند عذرا او نذرا، تا عذری باقی نماند برای کسی در زمین که بگوید برای ما نرسیده است رسالت انبیای الهی و کلام الله متعال و دعوتگری به سوی ما نیامده است و کسی عذری به پیش الله متعال نداشته باشد روز قیامت. او نذرا، و اینکه پندی باشد این آیات برای کسانی که میترسند از عذاب الهی و از آینده خود و از اینکه به دوزخ بروند. همه این قسم ها به خاطر این است که انما توعدون لواقع. قسم به همه آنچه گذشت که آنچه به شما وعده داده شده است واقع خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد. یعنی قیامت برپا خواهد شد و حساب کتابی خواهد بود و جنت و دوزخی. فاذا النجوم طمست، آن لحظه‌ای که ستارگان
میلیون ها و میلیاردها و ستاره در آسمان تیره و تاریک گردند. و اذا السماء فرجت، آن لحظه‌ای که آسمان شکافته شود و از هم گسیخته گردد. و اذا الجبال نسفت، آن لحظه‌ای که کوه‌ها از جای برکنده شوند و متلاشی گردند. و اذا الرسل اقتت، و آن لحظه‌ای که برای پیامبران الهی وقت تعیین گردد تا شهادت دهند به پیشگاه الهی که پیام الهی را رسانده اند به امتیانشان. لأی یوم اجلت، برای کدام روز به تأخیر افتاده است این حکایت ها. حکایت شهادت دادن انبیا برای رساندن دعوت الهی، حکایت حساب کتاب انسان ها، حکایت تحقق یافتن عدالت و گرفته شدن حق مظلوم از ظالم، حکایت قصاص، حکایت پاسخ به فریاد آن مظلومی که در گوشه‌ای زیر چکمه ظالمی با الله خود نجوا می کرد و این دعا همچنان در انتظار استجابت است تا حق آن مظلوم از ظالم گرفته شود. لأی یوم اجلت، این حکایت ها به کدام روز برای به تأخیر افتاده است؟ عدالت، رسیدن حق به حقدار، دست یافتن مؤمن به آنچه الله تعالی به او وعده داده است، فرارسیدن وعده الهی بر کافران و ظالمان و فاسقان و فاجران، آنچه مؤمن امید دست یافتن به او را دارد. برای کی به تأخیر افتاده است؟ لیوم الفصل، برای آن روز جدایی، آن روزی که جدا میشن صف باطل از صف حق و حقیقت، صف جنتیان از صف دوزخیان، صف مؤمنین و مسلمین از مجرمین و فاسقین. لیوم الفصل، روز جدایی. و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه میدانی ای مخاطب قرآن که یوم الفصل چه روز سختی است و چه روز عظیمی است. آن روز حساب و کتاب و روز محشر و جمع شدن همه در پیشگاه دادگاه اهل عدل الهی که هر کسی به سزای اعمال خود خواهد رسید. ویل یومئذ للمکذبین، وای بر آنان که تکذیب میکنن آن روز رو. آن روز وای به حال کسانی که تکذیب میکردند آن روز رو و میگفتن قیامتی نیست و حساب و کتابی نیست. وای به حال آنان. الم نهلک الاولین، حالا من الله با عظمت، تویی که انکار میکنی فراموش کردی چگونه امتیان قبل از تو رو که منکر این حقیقت بودند از بین بردم؟ آیا امتهای قبلی رو فراموش کردی؟ از حکایت عاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه و قوم شعیب و موسی و حکایت هایی که اتفاق افتاده، داستان های او به تو نرسیده است و ندیدی و نمیبینی آثار باقی مانده از تمدن هایی که الله متعال اونها رو هلاک کرده است. ثم نتبعهم الاخرین، بعد از این پیاپی کسان دیگری رو هم که مثل اونها باشن این گونه من الله با عظمت هلاک خواهم کرد. کذالک نفعل بالمجرمین، این گونه من الله با عظمت مجرمان رو عذاب میکنم و این گونه با اونها رفتار میکنم. من الله با عظمت به انسان گناهکار رو رها نمی کنم و یک روز انتقام رو از او خواهم گرفت. کذالک نفعل بالمجرمین، من با گناهکاران این گونه معامله می کنم. ویل یومئذ للمکذبین، آن روز وای به حال کسانی که تکذیب می کردن آن روز رو. الم نخلقکم من ماء مهین، آیا من الله با عظمت تویی که الله رو تکذیب می کنی، قیامت رو، حساب کتاب رو فکر می کنی که هیچ حساب کتابی وجود نداره و این دنیا بیهوده آفریده شده، آیا من تو رو از یک نطفه‌ای که بی ارزش است در نزد شما آیا نیافریدم؟ تو رو از نطفه‌ای که از بدن خارج میشه بوی تعفنش شما رو اذیت میکنه، آیا من تو رو از همین نطفه نیافریدم؟ نطفه‌ای که پیش تو ناچیز است اما نزد الله متعال
و نزد انسان‌هایی که صاحب عقلند یک معجزه‌ای است در خلقت و عظمتی در او نهفته است. الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین. من الله با عظمت او رو قرار دادم در یک جایگاهی مستقر محکم در رحم مادر. که چگونه الله متعال، یک شگفتی عظیمی است که چگونه الله متعال رحم رو فراهم کرده، بستر رو برای نگهداری این نطفه و رشد این نطفه و جنین و ایجاد این جنینی که ایجاد میشه و چگونه تغذیه میشه و چگونه از حوادث و اتفاقات این گونه محافظت میشه و در امان قرار میگیره. لایه‌های مختلف حفاظتی که برای او در نظر گرفته شده تا وقتی که به دنیا میاد، الی قدر معلوم، تا آن زمانی که مشخص است در شکم مادر بماند. فقدرنا فنعم القادرون. من الله با عظمت خلق کردم و آفریدم و من توانایم، بهترین توانایان، توانایی این رو دارم که این کار رو بکنم. این زیبایی هایی رو که انسان میبینه در وجود انسان ها، اینها همه خلقت الله تعالی است. این شگفتی الله تعالی است، این هنر الله تعالی است. فقدرنا فنعم القادرون. این خلقت الله تعالی است و تقدیر اوست و صنعتگری الله متعال. فتبارک الله احسن الخالقین. مبارک است الله، بهترین خلق کنندگان، بهترین تصویرگران و صورتگران و کسانی که خلق میکنن. غیر از الله متعال کی میتونه همچین خلقتی داشته باشه؟ انسان ها هم ادعا دارن که خلق میکنن، اختراع میکنن، به وجود میارن. الله متعال هم خلق میکنه و به وجود میارن. فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. چند بار تکرار میشه این ویل. وای به حال اون کسانی که تکذیب میکنن در آن روز. وای به حالتان. الم نجعل الارض کفاتا. یک بار نگاه کنید، خودت رو نگاه کن، از چی خلق شدی و چگونه خلق شدی. زمین دور برت رو نگاه کن. آیا من الله با عظمت زمین رو طوری خلق نکردم که شما رو گرد آورد، همه شما رو احیاء و امواتا، همه شما رو جمع میکنه و گردآوری میکنه، مرده و زنده شما رو در خود جای داده، مردگان شما در داخل زمین و زندگان شما بیرون زمین. آیا این عظمت زمین رو، تمام جزء و وجب به وجب این زمین رو من الله با عظمت خلق نکردم؟ و جعلنا فیها رواسی شامخات. من قرار دادم در این زمین کوههای سر به فلک کشیده. نگاه بیانداز این کوههای سر به فلک کشیده رو که چگونه من اینها رو قرار دادم. و اسقیناکم ماء فراتا. و از این کوههای سر به فلک کشیده شما رو آبی گوارا می نوشانم. ماء فراتا. ماء فرات، آبی بسیار شیرین. آب فرات، آب شیرین، آبی گوارا. این کوههای سر به فلک کشیدن که وقتی ابرها به اینها برخورد میکنه و این ابرها به اینها میرسه، این باران وقتی که میباره در این کوهها سرازیر میشه و در مسیر این که قرار میگیره، در مسیر باران وقتی که در مسیر این کوهها قرار میگیره و میاد، آب معدنی، این آبها با املاح معدنی، مواد معدنی که در مسیر کوهها هست آمیخته میشه و قابل شرب میشه و شیرین میشه. میشه ماء فراتا، آبی که گواراست و خورده میشه، آب گوارایی که خورده میشه. اما اگر نه، خود آب باران وقتی بریزه، اون آب باران این لذت و شیرینی آبی که از کوه میاد رو نداره. مثل آب مقطر آب باران اگر در فضای سالم بریزه و نگهداری بشه و آلودگی در هوا نباشه، اون رو الله متعال میفرماید ماء طهورا، اون مایی که پاک و پاکیزه است و برای بسیاری از جراحی ها استفاده میشه. آب مقطر اون اصلا استفاده پزشکی داره. ماء فرات الله متعال میفرماید آبی است که گواراست، قابل شرب است، از کوههای سر به فلک کشیده، که اشاره داره که ابرها به اینها گیر میکنن و میباره و بعد این آب در مسیرش املاح معدنی با او اضافه میشه، آنچه که بدن نیاز داره. و اسقیناکم. هر کدوم از این آیات یک معجزه است. هر کدوم از این آیات اشاره به خلقت عظمت داره و اشاره به این داره که قرآن 1400 سال این ویژگی ها و این شگفتی ها رو ما گوشزد کرده و امکان نداره انسان این کلام رو گفته باشه 1400 سال پیش و این اعجازها و معجزات رو
اون درک کرده باشه این شگفتی ها رو در عالم. در مکه کجا کوه سر به فلک کشیده ای بود که ابری بونگیر بکنه و بارانی بباره، که این گونه تعبیری رسا و دقیق از آب باران و آبی که از کوه سرازیر میشه و طعم اون آب حتی برای ما صحبت بشه. آیا این چیزها رو فکر نمی کنید؟ ویل یومئذ للمکذبین، وای بر اون کسانی که تکذیب میکنن حقانیت این کتاب قرآن رو و رسالت رسول علیه السلام رو روز قیامت. وای به حالشان. انطلقوا، به اونها گفته میشه بروید الی ما کنتم به تکذبون، به سوی آنچه که تکذیبش میکردید، دوزخ و حساب کتابتون، جزای اعمالتون. شما که میگفتید نیست، برید حالا ببینید هست یا نیست. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، برید به سوی سایه‌ای که 3 شاخه دارد، راست و چپ و بالای سر شما را گرفته است. ظاهرش سایه است، دود آتشی که از 3 طرف همه طرف شما رو محاصره کرده، دودی که بلند شد از دوزخ و همه جا رو گرفته و 3 شاخه است، گویی یکی راست است، یکی چپ، یکی بالا، از همه طرف احاطه کرده شما رو. لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، نه سایه‌ای داره که به درد شما بخوره، خنک کنه شما رو، نه شما رو نجات میده از دست این شراره آتشی که بلند میشود. انها ترمی بشرار کالقصر، این آتشی که پرت میکنه شراره های خودش رو، تکه های از این آتش پخش میشه و پرت میشه بیرون، میفته از انفجاری که داخل این دوزخ اتفاق میفته. انفجارها سبب میشه که به مانند آتش فشانی که گدازه های آتش پرت میشه، شراره های آتشی که به مانند قصرهای عظیم و بزرگ هستند، قطعه های بزرگی از آتش اطراف پخش میشه. که انه جمالة صفر، گویی که این قسمت تیکه های آتشی که پرت میشه به مانند شترهایی هستند. جمالة، شترها جمع جمل هست، جمالة شترهایی هستند، صفر زرد که به سیاهی میزنن. آتش وقتی میفته گوشه سیاه میشه و زردی در اون مشاهده میشه، میسوزانه همه اطراف خودش رو. تشبیه شده به اون شترهایی که عرب داشتن و سیاهی و زردی آمیخته بود با هم، به اونها صفر میگفتن. جمالة صفر، شترهایی، گویی که اینها شترهایی هستن زرد رنگی که سیاهی در اونهاست. این آتش، این شراره های آتش. ویل یومئذ للمکذبین، وای به حال تکذیب کران در آن روز. هذا یوم لا ینطقون، اون روزی است که هیچ صحبتی نمیتونن بکنن. اون روزی است که دیگه بر دهان اینها مهر زده شده است. مراحلی داره قیامت. روزهای ابتدایش این هست که اینها اول میان و صحبت میکنن، والله ربنا ما كنا مشرکین، ما هرگز شرک نکردیم. دروغ میگن، حتی فیحلفون له کما یحلفون لکم، برای الله متعال هم قسم دروغ میخورن، همون جوری که برای شما قسم میخوردن منافقین. و اینها روز قیامت منکر میشن کفرشون رو، شرکشون رو. الیوم نختم علی افواههم، الله متعال میفهمن بعد دهنهای آنها مهر میزنم. و تکلمون ایدیهم، دستهای اونها رو به سخن میآورم. و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، و دست و پای آنها شهادت میدن بر علیه اونها در آنچه که انجام دادن. هذا یوم لا ینطقون، اون روز دیگه نمیتونن صحبت بکنن. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، به اونها فرصت داده نمیشه که معذرت خواهی بکنن. اون روز دیگه روز بخشش نیست. معذرت خواهی وقتش الان است، توبه وقتش الان است، بازگشت به سوی الله تعالی وقتش الان هست، قبل از مرگ. آن روز دیگه فرصتی نیست. حلالیت طلبیدن، معذرت خواستن از صاحب حق امروز وقتش است. هنوز فرصت داریم من و تو. بیا از هر کسی که دلش رو شکستیم معذرت بخوایم. از هر کسی که حقی بر گردن ما داره بریم ازش معذرت بخوایم. حلالیت بگیریم، ولو این که ما رو بزنه و از خانه خودش بیرون کنه، تا پیش الله متعال بهانه‌ای داشته باشیم که بار الله رفتیم ازش معذرت بخوایم، قبول نکرد. از خود الله متعال معذرت بخوایم، توبه بکنیم که والله این حکایت ها پیش روی ماست، اینها حقیقتی است غیر قابل انکار. ویل یومئذ للمکذبین، وای به حال کسانی که تکذیب بکنن این حقیقت رو آن روز. چرا انقدر تاکید میشه این آیه در این سوره؟ چون این واقعیت است، این حقیقت موجود است، این مسیر پیش روی من و توست، اینها رو نمیشه انکار کرد. ویل یومئذ للمکذبین، باز تکرار میشه، وای به حال تکذیبگران این حقایق روز قیامت. هذا یوم الفصل، اون روز گفته می شود امروز روز جدایی است، حق از باطل، کافر از مسلمان، دوزخی از بهشتی. هذا یوم الفصل جمعناکم،
جمع کردم من الله با عظمت همه شما رو والاولین، کسانی که قبل از شما بودن اولی ها رو، اونها رو هم جمع کردن. همه انسان ها جمع میشن در صحرای محشر. فإن کان لکم کید فکیدون، اگر میتونید حیله‌ای دارید، چاره‌ای دارید و تدبیری آن روز برای فرار از دست گرفت من الله با عظمت، پس به کار ببرید. چیکار میتونید بکنید اون روز؟ کجا فرار میکنید؟ کجا میری ای انسان مغروری که فکر میکنی الله نیست، فکر میکنی عذابی نیست، حساب کتابی نیست؟ روز قیامت وقتی این حقایق رو ببینی کجا میخوای بری؟ کجا فرار میکنی؟ تویی که تکذیب میکردید ویل یومئذ للمکذبین، باز این آیه تکرار میشه. وای به حال کسانی که این حقایق رو تکذیب میکنن روز قیامت. ان المتقین فی ظلال و عیون، آن طرف در جنت در زیر سایه عرش الله متعال در محشر، متقیان، کسانی که پرهیزگار بودند، کسانی که حقیقت این دعوت رو پذیرفتند و به محتوای آن عمل کردند، از آنچه الله متعال فرمود پرهیز کردن آنچه را که فرمود پرهیز کنید و انجام دادن آنچه را که فرمود انجام بدید. اینها فی ظلال و عیون، در این گرماگرم و در این مصیبت خانه‌ای که اونجاست برای مشرکان و کفار، در این عذاب و در این ترس، فی ظلال و عیون، در سایه ها نشستن و در کنار چشم سارها دارن اونجا لذت میبرن. یوم لا ظل الا ظله، اون روزی که هیچ سایه نیست جز سایه عرش الله متعال. اون روز متقین بهترین حالت رو دارن، نه ترسی دارن، نه غم و غصه‌ای دارن، نه نگرانی و اضطرابی دارن. اینها میهمانان خاص الله متعالن، اینها بندگان خاص الله متعال هستن، اینها عباد الله هن، بندگان الله متعال. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون، هر میوه‌ای که اشتها بکنن، اراده بکنن، برای آنها آماده است و میخورند و در عیش و عشرت و کیف و لذت و نوش خود غرقند. کلوا واشربوا، به اونها گفته می شود بخورید و بیاشامید، هنیئا، نوش جانتان باد، گوارای وجودتان باد، بما کنتم تعملون، به خاطر آنچه که انجام داده اید، به خاطر کاری که کردید. تعملون، عمل کردید، به خاطر عملتان. ایمان بدون عمل ارزش ندارد. کسی که مؤمن است، ایمان داره که الله هست، قیامت هست، پیامبر حق است، کتاب آسمانی حق است، انبیاء الهی حقند، قضا و قدر الهی حق است، اما عمل نمی کند، نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، عبادت نمی کنه، قرآن نمی خوانه، حلال و حرام برش مهم نیست، بویی از بهشت نخواهد برد. چرا که الله متعال میفهمد به اونها گفته میشه هنیئا بما کنتم تعملون، امروز بخورید و بیاشامید، گوارای وجودتان باد. این نتیجه آن چیزی است که انجام داده اید. نماز خواندی، روزه گرفتی، عبادت کردی، گناه نکردی، عمل کردی. در میدان عمل چی کار انجام دادی؟ اسلام عمل است، ایمان عمل است، تقوا عمل است. ایمان تنها این نیست که من فقط در دل قبول بکنم. ایمان اقرار، تصدیق قلبی است، اقرار با زبان است که عمل خودش و عمل کردن به محتوای ایمان است. این بدیهی است. ایمان و عمل، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همه جای قرآن ایمان و عمل متلازم همن. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، گوارهای وجودت باد. اینها در دنیا سختی کشیدن، مصیبت دیدن، گرسنگی کشیدن، تحمل سختی ها کردن. اینها در دنیا آنجوری خواست زندگی کردن که الله متعال خواست. این جزای اونهاست و پاداش اونهاست. آن طرف الله متعال خطاب به کسانی که قبول نمی کنند دعوت الهی رو، میخندن به مؤمنان. مشرکان در پایان میفهمد کلوا و تمتعوا قلیلا، شما هم بخورید. کلوا و تمتعوا، شما هم بخورید و بهره مند بشید. قلیلا، بسیار اندک. این چند روز دنیا در مقابل میلیاردها سال جنت هیچی نیست، بسیار اندکه برای شما. انکم مجرمون، ای مجرمان گناهکار، باش چند روزی هم وقت شماست، بخورید، بیاشامید، ظلم بکنید، ستم بکنید، هر کاری میکنید بکنید.
فکر نکنید الله متعال شما رو مهلت داده چون خیر شما رو میخواد. ولا یحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. کافران فکر نکنن من الله با عظمت آنها رو مهلت میدهم، خیر آنها رو میخوام. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، من با آنها مهلت میدهم تا بیشتر گناه بکنن. در آیه 178 سوره آل عمران الله متعال تهدید میفرماید کلوا و تمتعوا قلیلا. یک فرصتی است، یک چند روزی رو هم شما بخورید، لذت ببرید، همه چی به شما میدم، فرصت، قدرت، ثروت، شهوت، سلامتی، آسایش، این رو الله متعال میده به آنها چون بیشتر گناه بکنن. انکم مجرمون، شما مجرمید. این سنت الهی است. کسانی رو که الله متعال رو گناه هم میکنن ولشون میکنه بار خودشون، بلکه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای هر چیزی رو به سمتشون باز میکنم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا سرمست بشن از آن چیزی که به آنها دادم، فاخذناهم بغتة، یک دفعه اونها رو میگیرم، فاذا هم مبلسون، ناامید میمانند. در آیه 45 الله متعال میفرماید کلوا و تمتعوا قلیلا، بخورید، بیاشامید، باش چند صباحی وقت شماست، میمیری بعد از مرگ. و موقع ویل یومئذ للمکذبین، باز تکرار میشه این آیه. وای به حال اون کسانی که تکذیب میکنن این حقیقت رو روز قیامت. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی به اون گفته میشد نماز بخون، رکوع بکن، نماز بخون، نمیخواند. وقتی به او گفته میشد خشوع داشته باش، یک معنی دیگر رکوع خشوع است، خاشع باش پیش الله تعالی، سر بنداز پایین، بپذیر الله متعال رو، دستوراتش رو، تواضع کن. این استکبار و غرور چیه؟ چرا نماز نمیخوانی؟ چرا پشت میکنی؟ وقتی به اونها گفته میشد قبول نمیکردن. ویل یومئذ للمکذبین، و باز تکرار میشه. وای به حال کسانی که تکذیب میکنند این آیات رو آن روز. فبأی حدیث بعده یؤمنون، اینها بعد از قرآن دیگه چه کلامی باید بیاد برای اینها تا اینها بپذیرن؟ چه کلامی باید باشه؟ چه معجزه‌ای باید باشه؟ چه حقایقی؟ چه کتابی؟ چه کلام میتونه اینها رو سر به راه بکنه وقتی قرآن رو نمیپذیرن؟ چه نقصی دیدن در قرآن اینها؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواهد تا پیش روی خودش آزاد باشه، به فسق و فجور بپردازه، خودش رو محدود نکنه. این مشکل اینجاست. اینها میخوان که هیچ قید و بندی نداشته باشن، هر جوری که دوست دارن، هر چی که دلشون میخواد انجام بدن. بل تحبون العاجلة، اینها این دنیا رو خواستن و پشت سرشون فراموش کردن آخرت رو. محبت دنیا رو اینها رو شیفته کرده است. الله متعال ما و شما رو نجات بده از این که از این گروه باشیم. ما دعا میکنیم الله متعال همه ما و شما را از جمله کسانی بگرداند که پیروان حقیقی برای قرآن کریم هستیم و از جمله متقین بگرداند تا این وعده هایی که درباره متقین است بر ما و شما تطبیق گردد در روز قیامت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني